Oh, learning YouTube, subscribe me. درود دوستان، وقتتون بخیر. در این ویدیو میخوام نحوه فعالسازی قسمت ارن یا همون درآمدزایی در نرم افزار یوتیوب استودیو رو بهتون آموزش بدم. برای اولین بار که شما چنل میسازید در نرم افزار یوتیوب استودیو چنین اخطاری به شما داده میشه که درآمدزایی در این مکان، در این لوکیشن شما فعال نیست و از طریق مرورگرتون وارد سایت یوتیوب استودیو بشید و مکانتون رو عوض کنید. برای این کار شما از طریق مرورگر وارد سایت یوتیوب استودیو میشید. ما فرض رو بر این میگیریم که چنل شما آماده است و شما چنل رو دارید. وارد این قسمت میشید و سایت یوتیوب استودیو رو انتخاب میکنید، یا اینکه از داخل مرورگر مستقیم وارد سایت یوتیوب استودیو بشید. وارد سایت که شدید قسمت ستینگ رو میزنید. از اینجا چنل رو انتخاب میکنید و یکی از کشورهایی که اینجا هست رو انتخاب میکنید. هیچ فرقی نداره، هر کشوری رو انتخاب کنید قسمت درآمدزایی فعال میشه. ما چون تحریم هستیم، اون شرکتی که باهاش قرارداد میبندید بهتون میگه کدوم کشور رو انتخاب کنید. کشور رو که انتخاب کردید فرقی نمیکنه، سیو رو میزنید و تمام دیگه. قسمت ارن برای این چنل فعال میشه. و اما از داخل گوشی چطور این کار رو انجام بدیم؟ ببینید صفحه گوشی که در تصویر دارید میبینید چنلی هستش که لوکیشنش تغییر داده نشده و ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. برای این کار وارد مرورگرتون میشید، کلمه یوتیوب استودیو رو سرچ میکنید. یه نکته ریز بهتون بگم، ببینید اگر روی این یوتیوب استودیو من کلیک کنم احتمال داره برای شما این اتفاق بیفته که نرم افزار رو براتون باز کنه و ما این رو نمیخوایم. ما باید از داخل مرورگر این رو تغییر بدیم. برای این کار میایم به جای کلیک کردن رو کلمه یوتیوب استودیو لوگین رو انتخاب میکنیم، ثبت میکنیم، مرورگر باز میشه. این سه نقطه رو بزنید، اوپن این بروزر رو میزنید، حالا فایرفاکس، گوگل کروم، هر چی هست براتون نشون داده میشه. اینجا این کلمه ویلکام رو میبینید، کنتینیو رو بزنید. نکته بعدی که اینجا هستش، حتما گزینه دسکتاپ سایت روشن باشه. این پایین رو میبینید، ستینگ رو انتخاب کنید، اینجا چنل رو انتخاب کنید و از اینجا یکی از این کشورها رو انتخاب کنید و سیو رو بزنید. الان اگر برم داخل نرم افزار، قسمت ارن با یه دونه رفرش فعال میشه. اینم از این و شما میتونید درآمدتون رو اینجا ببینید. موفق و پیروز باشید. سابسکرایب یادتون نره.